فارغ التحصیل رشته بیولوژی سلولی مولکولی هستم که در واقع یکی از رشته‌های علوم پایه است و همونجوری که از اسمش معلومه یک رشته علمی است. برخوردم با سرامیک از یکی از بی‌انال‌های ابتدایی سرامیک ایران شروع شد و ارتباطم با سرامیک البته از نظر حسی بود، ولی دلیل این که فکر کردم میتونم خیلی داخل این رشته پیشرفت داشته باشم پایه‌های علمی که رشته سرامیک داره و بارش بقیه رشته‌های هنری فرق میکنه و بر اساس همون اصول شیمی، فیزیک و ریاضی که در رشته تحصیلی خودم به اندازه کافی ازش بهره مند بودم استفاده کردم و مشکلاتمو در رابطه با مسائل فنی و علمی سرامیک که در اون زمان که من به سرامیک پرداختم خیلی منابع علمی در موردش کم بود حل کردم. سرامیک حقیقتا به عنوان یک مجموعه از فعالیت‌های به قاطعیت میگم علمی، فنی، هنری این قابلیت رو داره که شما دلمشغولی خودتون و یا علایق خودتون رو در هر قسمتش که میخواید پیدا کنید و گاهی اوقات همه اینا رو به همدیگه مرتبط کنید. در حوزه معماری کارهای انجام دادم، در حوزه البته بخش دکور در معماری. در حوزه صنایع دستی باز علاقه‌مند بودم که اون بخشی از سرامیک که این توانایی رو داره همگام با بنیه‌های هنریش در زندگی روزمره حضور پررنگی داشته باشه. اونا رو تجربه کردم. اون چیزی که خیلی خیلی برای من اصل بود سرامیک به مثابه هنر بود. سرامیک راه رو یا در رو بر روی بقیه میبنده، شما رو آنچنان به خودش معطوف میکنه خصوصا در بخش تکنیک که ممکن است بخش هنریش هم جا بمونه. نگاه من به صنایع دستی امروز چیزی خیلی جدا از نگاه من به هنر نیست. تراوشات اون بخش هنری و ایده‌های هنریم است که میاد و گاهی برعکس، یعنی از اتفاقاتی که در گذشته صنایع دستی کشور ما اتفاق افتاده من الهام میگیرم و اونا رو به ورطه هنر میارم با تزریق یک مفهوم یا شیوه نگاه جدید، یه نگاه جدید به اون ابژه‌ای که در گذشته نام صنایع دستی به خود گرفته. در هر حال این دوتا از در ذهن من از هم جدا نیستن، یعنی دو بخش مثل واقعا دو بخش از خونه هستن که شما یه بخششو میگید آشپزخانه، یه بخششو میگید پذیرایی یا سالن، ولی هیچ دیواری ممکن اینا رو از هم دیگه جدا نکرده باشه و در حقیقت اینا چنان به هم دیگه گره خوردن و دید شما چنان از هر دو طرف به هم دیگه راه داره که گاهی اگر فقط در ذهنتون تصمیم نگرفته باشید که اون رو به عنوان دو نقطه جداگونه نامگذاری کنید، حقیقتا دو وضعیت مختلف نیستن. علاقه من به حوزه هنر در واقع به اون دسته از آثاری است که کمی با ریشه‌های فرهنگی خودم در ارتباطه. آثار اخیری که به دست گرفتم و انجام دادم و نمایشگاهش برپا شد در واقع در فرمت مجسمه بود. مجسمه‌ای که طراحیشون وام گرفته از طراحی سنتی ایرانی، بیشتر تصویرگری کتاب‌های قصه و یا حکایات هست. نمادهای سمبولایی که من استفاده میکنم مثل شیر، اسب، پرنده در فرهنگ ما، در فرهنگ بصری، در هنرمون عامل بارهای معنایی هستن. پرنده خب آزادی، شهادت، مظلومیت، پاکی. شیر سمبل شجاعت کشور ایران، در حوزه مذهب سمبل تشیع. اسب سمبل سفر، مهاجرت یا نجابت یا چیزی شبیه این هست. در ایران باستان از ریتون هایی که به شکل اسب ساخته می شدن در قبور استفاده می کردن و با همراه مورد دفنشون می کردن برای اینکه شخص متوفا سوار بر اسب بشه و به سفر آخرتش بره. اسب در کارهای من نمادی است برای سفر زندگی. در خیلی از جاها با کله مرد، یعنی با سر مرد ظاهر شده. دلیلش هم این که در نقطه مقابلش تصور بر این است که زن ایرانی سفر زندگیشو گویا بدون مرد ایرانی در نگاه سنتیش البته ادامه نمیتونه بده و اصلا گریزی جز زندگی با یک مرد برای ادامه زندگی وجود نداره. و همین دلیل هم است که از اسب استفاده کردم که معمولا یا زن بر اسب سوار است یا در کنارش هست و یا در یک برهم‌کنشی با هم دیگه روایت جدیدی رو تعریف میکنن. آخرین اثرم که در واقع برای نمایشگاه دارم میفرستم و در نمایشگاه حضور داره
تحلیل یا نقدی است بر هنر ایران در گزارش از سنت به مدرنیته و اتفاقی که براش افتاده. گاهی اوقات به نظر اومد که مخدوش شده اصل قضیه، یعنی ارزش‌های تثبیت شده یا هنر و شناخته شده هنر در ایران، و گاهی اوقات نه، به سلامت عبور کرده. پیام‌هایی که دارم با کارم میدم اغلب پیام‌های جهان شمول نیستن، بلکه مسائلی هستن که به جامعه خودم و پیرامونم ربط پیدا می‌کنه. من از اونجایی که خودم متولد اصفهانم، این زمینه‌ای که صنایع دستی کار کنم رو نه به این دلیلی که یعنی وقتی شروع کردم به صنایع دستی کار کردم فکر نکردم، کار بوده برام، جنبه کاری داشته. وقتی شروع کردم 13 سالم، کارهای مختلفی هم کردم، میناکاری، خاتم، تذهیب، مینیاتور، همه این کارا رو طی 5-6 سال از این کارگاه به اون کارگاه به عنوان منبع درآمدی اون موقع کار میکردم. در ادامه هنرستان نقاشی رفتم و اصفهان نقاشی خوندم و بعدم وارد مجسمه سازی شدم. تا اون موقع اصلا فکر نمی کردم که بتونم استفاده کنم از صنایع دستی یا چیزایی که قبلا کار کردم. از مسیری که به خاتم رسیدم در واقع اینجوری بود که من برای کار پایان نامه‌ام تعداد زیادی از بچه‌ها رو مشغول به کار تو دوره 1 ماهه برای کنار هم گذاشتن قطعات زیاد رنگی بود. یه چیزی هلوش 6000 تا قطعه رنگی رو ما با هم دیگه طی مدت 30 روز رنگ کردیم، رنگ‌های مختلف شماره زدیم و اینا رو کنار هم گذاشتیم. توی این پروسه‌ای که داشتم انجام میدادم به این فکر کردم که خب این دقیقا همون کاریه که تو صنایع دستی انجام میشه، کلا توی هنر ایران انجام میشه. یه دو پروسه طولانی برای ساخت یه قطعه کوچیک. این شد که اولین چیزی که فکر کردم که میتونم باش کار کنم خاتمه، هرچند که فکر میکنم که تو بقیه هنرها همین وجود داره. جوجه با کارهای کوچیک‌تر شروع کردم توی خاتم، بعد که تونستم وارد خود مجموعه خاتمکارها بشم و رنگ که خودم دوست داشتم، چوبی که میخواستم، اندازش، اینا چیزی بود که برای من مهم بود و تونستم بعد از یه مدت طولانی متقاعد کنم که اون چیزی که من میخوام رو برام بسازم و بعد از اون تونستم که اندازه کارها رو هم بزرگتر کنم. من از اونجایی که خب سالهای زیادی رو صنایع دستی به هم منظور کار میکردم، بعد از اینکه ازش جدا شدم اصلا به نظرم یه چیز نمیدونم همون سنتی خیلی مونده توی سنت میدیدمش. وقتی تونستم تغییرش بدم که به اصل موضوع، به مفهومی که
این نوع صنایع دستی شکل گرفته فکر میکردم. دیدگاه جزء به کله، یعنی حالا تو فرهنگ ما همون وحدت در کثرت چیزیه که توی هنر ایرانی وجود داره و چیزی که فکر میکنم میتونه تغییر بده نگاه کردن به اصل، به پشت ماجراست. بخشی از همین صنعت اون سنته که براش اهمیت داره. تو کار خودم هم میگم شروع این که قطعات رو کنار هم گذاشتن، این حوصله و صبر زیاد برای کنار هم گذاشتن اینا، همینه که کار رو به وجود میاره. کار من وقتی نگاه کنم از دور چیزی نباشه، مثلا یه مکعب ساده چوب رنگی باشه، ولی وقتی میاد به جزئیاتش نگاه میکنه اون موقع تازه درک بکنه که چه اتفاق عجیبی اینجا افتاده، چقدر آدمای زیادی تو این پروسه دخیل بودن تا یه کار شکل گرفته. چیزی که برای من مهمه رفتار با متریاله. برای همین اصلا نمیتونم، یعنی همش دوست دارم که زودتر اینو به یه جایی برسونم و شروع کنم با مثلا گل کار کنم یا با آهن کار کنم. دوست دارم دوره‌ای با متریال مختلف و مفهوم اون ماده کار کنم. کاری که انتخاب کردم در واقع کاری که بین، یعنی میتونست چند مرحله دیگه برای تموم شدن داشته باشه، ولی یه جایی من گذاشتم بمونه که دقیقا همین اتفاقا، این چوبای مثلثی توش بیشتر دیده بشه و درک بهتری بیننده از پروسه کار داشته باشه. چون در واقع برای شخص خودم پروسه کار اهمیت بیشتری از نتیجه کار داره. کسی که کار گلبندی انجام میدن و این چوبا رو کنار هم میچسبونن، من تا یه محله‌ایش رو به اون رو سفارش میدم، میگم که چه چوبی با چه رنگی و چه نوع چینشی تا یه محله مثلا این به من میرسه. اینا رو کنار هم چسبوندم و تا یه کار مثلا 1 متری شکل بگیره چه پروسه زمان بری. این کار در واقع چوبش واقعا کیفیتی شاید اون که توی خاتمکاری استفاده بشه رو نداره، چون بزرگترین قطعه‌ای که چوب مثلث میتونستن ببرن و رنگ کنن رو زدن و این فقط به سفارش من بوده، چون میخواستم که این مثلث انقدری بزرگ باشه که از یه فاصله تا مثلا 0.5 متری این مثلثش دیده بشه. ضمن اینکه از 3 تا رنگ سبز و قرمز و سفید پخش استفاده بکنم، دلیلش همین بوده که دیده بشه. از اونجایی هم که این کار جایی میره که ممکنه شناختی از خاتم نداشته باشم، خب شاید این کار بهتر نشون بده که چه اتفاقی افتاده، چی هست اصلا این خاتم کاری. جوجه محسن توحیدی هستم. رشته صنایع دستی گرایش سفال سرامیک خوندیم. سال 85 از دانشگاه فارغ التحصیل شدیم. از سال 86 با همسرم دلارام پیروز شروع کردیم. تقریبا 2 قسمت کردیم کارمون. یه قسمتی هست که حالت تولید بازار داره، یه قسمتی هم هست که یه مقداری که حالا فرمای هنری تر و به روزتر داریم کار میکنیم. ما از اول که شروع کردیم، یعنی خودمون یه جبهه‌ای داشتیم راجع به کار بازار. برای همین از همون ابتدای کار طراحی برای ما خیلی مهم بود. یعنی همیشه چند تا دفتر طراحی داشتیم، توش طراحی زیادی می‌کردیم. از اون طرف وقتی که شما وقت بیشتری می‌ذاریم واسه طراحی توی کارهای خاص‌تر، روی اون کاری که واسه بازار ما داریم انجام میدیم تاثیر داره. یعنی برای اون کارم ما میتونیم خیلی بهتر طراحی کنیم، بیشتر براش وقت بذاریم و کیفیت کارمون رو بتونیم ببریم بالاتر. از تکنیک زرین پام و لابای احیایی داریم استفاده میکنیم که یکی از لابای قدیمی ایران هست. الان ما سعی کردیم که لابایی که
زرین‌فاما رو بیاریم سمت رنگ‌های متنوع‌تر نسبت به قدیم که بیشتر فقط طلایی کار می‌شده، مثلا طیف رنگ‌های آبی و سبز و یه سری از این رنگ‌هایی که قدیم استفاده نمی‌شده الان تو دکوراسیون میشه خیلی بهتر استفاده کرد. یه قسمت دیگه از کاری که کردیم توی تکنیکمون رفتیم سمت اینکه لاوا رو همین لاوای زرین‌فام و جلوه‌شون رو ببریم سمت مات شدن، یعنی دیگه اون حالت براق رو نداشته باشه، یکم امروزی تر بشه. یه سری هم از نقوشی که استفاده کردیم نقوش نستعلیق بود، از خط نستعلیق استفاده کردیم و چون از گذشته من با خوشنویسی یه کمی کار کرده بودم دوست داشتم که این نقوش رو بیارم توی کارم. فرم برام مهمتره، یعنی مهمترین چیز برام فرمه. فرمایی هم که الان جدیداً کار میکنیم فرمایی هستن که بیشتر از فضای معماری من ایده گرفتم، الهام گرفتم، مثلا اون پنجره هایی که هست، قوسایی که هست، اونم به خاطر اون دوران کودکی که ما توی این فضا توی اصفهان خیلی قرار داشتیم و ناخودآگاه توی پس زمینه ذهنمون هست. سرامیک توی دنیا مهمترین بخشش تکنیکه، یعنی اول تکنیک خیلی مهمه و موزه هایی هم که توی دنیا هستن مخصوص سرامیک اون بخش تکنیک خیلی براشون اهمیت داره. این افکتی که ما با تکنیک زرین‌فام داریم انجام میدیم این یه چیزیه که انجام نشده. اگر انجام شده حالا با این روشی که ما انجام میدیم انجام نشد. ایده من که این بود که بتونم این فضایی که توش قرار گرفته بودم، فضای معماری که توی کودکی توش قرار گرفته بودم، توی اگه حجمی اینو بیانش کنم و خیلی هم ساده باشه. یعنی ایده کلی این بود. اون اتفاقی که با این نوع لعاب، این زرین‌فام و لعاب لاستری که انجام میشه اون برام خیلی جذابه. این که یه کاری رو میذارم توی کوره و وقتی که در میارم با همه یه فکری که در مورد لعابش کردم و رنگش کردم و تجربیاتی که داشتم، ولی آخر آدم سورپرایز میشه وقتی که این کار از کوره در میاد. کار ما هم چون که یه قسمت مهمش برای خودمون فرم و تکنیک کاره، فکر میکنم که بتونه یعنی با مخاطبه هم که جای دیگه دنیا ارتباط برقرار کنه. این 5 سال هنوز نذاشته بهش دست بزن. دست نزدیم نمیزدم. خواب که باشن دیدین که یکم آروم‌ترن، رفتم نازش کنم دلاره من تو کارگاه میدید پا شد اینجوری که میزدم گفتم بابا من چی کاره دارم. حالا البته الان چون بچه دار شده یکمی آروم‌تره. میزدم ولی اون چه اون یکی که پسر اصل نمونه صبح اومد غذاشو خور رفت، اون میاد تو برای خودش میشینه غذا میخوره دوست سر میخوابه. بعد نیما نصیری هستم، 34 سالمه. در زمینه هنر نگارگری تحصیلاتم رو گذروندم. شغل اصلیم صنایع دستیه. حدود 13 سال میشه که تو زمینه میناکاری مشغول به کار هستم. خب ما یه زمینه‌های هنری توی خانوادهمون بود و علایقی که من داشتم از بچگی به کار هنرهای نقاشی و اینجور چیزا و ورود من به صنایع دستی به صورت همون
استاد شاگردی بود. نسبت به اون فضایی که خودم داشتم و روحیاتی که خودم داشتم دوست داشتم که کارم رو ارتقا بدم، دوست داشتم که کارم جز بهترین ها باشه. هم از لحاظ کاری فکر میکنم شاید 13 سال واقعا یه عدد باشه. من شاید 2 برابر این 13 سال کار کردم و تجربه کاری به دست آوردم. از لحاظ تکنیکی، از لحاظ رنگامیزی مقدار اومدیم کارمون رو متفاوت تر کردیم که زمینه باشه برای حداقل ارتقای این صنعت حالا دستی که داریم انجام میدیم. ذهنیت همه به این بود که میناکاری باید مثلا رنگ آبی باشه و چیزی به غیر از این انگار میناکاری نیست. ما فضای رنگیمون رو اومدیم عوض کردیم، یعنی این ساختار شکنی رو توی رنگامیزیمون شروع کردیم، چون از لحاظ فرمی به نظرم خیلی سخت‌تره تا بخوایم این کار رو از همون مرحله اول شروع بکنیم. اومدیم از لحاظ رنگامیزی این ساختار شکنی انجام دادیم و رنگ‌های متفاوتی رو توی کار آوردیم که وقتی که بیننده میبینه یه چیز دیگه یا حس میکنه. اصلا بعض وقت از سوال میشه اینا میناکاریه، تا بتونیم بعداً روی فرم‌های مختلف کار بکنیم. ولی هنوز برای یک بازار خوب فکر میکنم خیلی دشوار باشه که بخوایم از لحاظ فرماتیک اینا را عوض بکنیم برای بازارمون. ولی از لحاظ یک هنر متفاوت و تجسمی این شدنیه و این کار رو انجام دادیم. مینایی که ما در حال حاضر توی اصفهان داریم انجام میدیم که به اسم مینای نقاشی هست، بیس اصلی مینای ما مسه. علت این که مس انتخاب شده برای زیرساخت کار ما قابل انعطاف بودن این زیرساخته و این نوع فلزه که ما خیلی راحت میتونیم انعطافش بدیم، فرمش بدیم، شکلش بدیم. و این که یه مزیت دیگه هم داره، این که از طلا و نقره قیمتش پایین تر در میاد و الا میشه روی طلا و نقره هم مینا رو انجام داد. ورق مس میاد توسط مسگر و سازنده مس فرم میگیره، شکل میگیره. اول ورق مس با دستگاه خمکاری به صورت صنعتی میاد فرم مثلا شکل‌های مختلف، ظروف مختلف، ظروفی که سفارش از طرف مشتری هست اینا ساخته میشه، گلدون یا بشقاب یا ظرف و ظروف دیگه. بعد از اون مرحله سازنده اگر لحیمکاری داشته باشه، جوشکاری داشته باشه، روی مس انجام میده. چیزی اگر قرار باشه اضافه بشه یا توسط قلمزن اگر قرار فرم روی ظرف داده بشه انجام میشه. بعد میاد اون ظرف مسی توی اسید گذاشته میشه و اون چربی و اون ضایعاتی که روی مس هست توسط اسید پاک شده میشه، شسته میشه، چند مرحله حرارت میخوره و این مس الان آماده است برای مرحله کوره‌کاری. میان لعاب میپاشن روی ظروف مسی. الان به صورت پیستوله و پاشش لعاب انجام میشه. 2 مرحله لعاب سفید رنگ روی ظروف مسی، روی اون شکل مسی پاشیده میشه. هر مرحله 900 درجه یا 1000 درجه حرارت میخوره. این میزان حرارت بر اساس تجربه و بر اساس نگاهیه که کوره‌کار به قطعه کار میکنه و بر اساس اون میزان لعابی که روی کار پاشیده میشه. مینا از اونجا به بعد لعابش آماده است و بعد از مرحله دوم لعاب که کاملا اون درخشندگی و اون سفید بودن لعاب حفظ میشه، میاد و به دست نقاش طرح‌ها گذاشته میشه روش. و بعد از مرحله نقاشی
مجددا کار رو کوره میره و باز با همون مهارت استادکار کوره کار اون شیء مینا کوره میشه و با درخشندگی و اون حالت خاصی که پیدا میکنه تو کوره در میاره. ما که توی دنیایی داریم کار میکنیم و سرکله میزنیم که مشغله هامون و دغدغه هامون دنیای فعلیمونه. مشکلات اقتصادی امروز است که خیلی روی مردم از جمله هنرمندا که ما شاملش میشیم تاثیر گذاره. با ارزش شدن نفت و بی ارزش شدن بقیه چیزایی که همه آدما الان از جمله هنرمندا دارنش میپردازن. هنرمندی که یه زمانی نشونگر فرهنگ و ریشه یک کشور بوده، جذابیتش برای من متفاوت بودن میشه و حرفیه که برای گفتن داره.